الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وإمام الموحدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برادران وخواهران عزيز بارك الله فيكم بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه دهم از شناخت خوارج و کشف شبهات آنهاست. در این حلقه به شما یکی از فرقه های دیگری خوارج را به اذن الله سبحانه و تعالی بیان میکنیم. ما در حلقه های گذشته به شما در دو سه گذشته فرقه محکمه را بیان کردیم و مانندی خوارج جدید به خوارج قدیم در این فرقه. بعد از فرقه محکمه دومین فرقه الازارقه پیروان نافع ابن ازرق بیان کردیم و اینچنین نجدت پیروان نجد ابن عبدالله را بیان کردیم. حالا باشد یکی از دیگر فرقه خوارج را که این یکی از فرقه های رئیسی، یکی از فرقه های بزرگ این خوارج است، الاباضیه را بیان میکنیم. چرا این فرقه را اباضی میگویند؟ چرا این فرقه نام اباضی را گرفت؟ چله که ازارقه به سبب پیروی کردنشان به نافع ابن ازرق ازارقه شد، غلات. نجدات به سبب پیروی نجدت ابن عبدالله نجدت نامیده شد. اباضیه نسبت داده می شود به عبدالله ابن اباض به سبب بودن موقفش همراه حکامی که مخالف بر او است. اما اساسی اولین کسی که همین فرقه اباضیه را پیدا کرده جابر ابن زید الازدی است. اما بعد از این عبدالله ابن اباض که خیلی مشهور می شود، این فرقه را نسبت می دهند به همین عبدالله ابن اباض. اکنون در بالای فرقه اباضیه خوارج قسم از مردم هستند که میگویند، بعضی از علما هم و خودی اباضیه ها هم میگن که ما از درون فرقه خوارج ها از همه فرقه ملایم، مهربان، فرقه مسامحه، بخشنده، مخالف خودها مخالفانمان را یک دیر نکرده و این آن میگویند. بسیار علماهای تاریخ را یا علماهای فرق را نظر بکنید، میگویند که از درون خوارج ها فرقه اباضیه یک فرقه کم معتدل است. میگن البته خوارج است، به گناه کبیره تکفیر میکند و غیره و غیره، اما معتدل است میگن. اما حقیقت این خیلی نیست. در بسیار کتاب ها همین میبینید که اباضیه ها خوارج ها را فرقه معتدل میگن، اما حقیقت این خیلی نیست. امام الملطی میگوید که الاباضیه اصحاب اباض بن عمرو خرجوا من سواد الكوفة فقتلوا الناس وسبوا الذرية وقتلوا الأطفال وكفروا الأمة وأفسدوا في العباد والبلاد. اباضیه ها اینها پیروان اباض بن عمرو، دوستان و اصحاب اباض بن عمرو هستند. از کوفه بیرون شدند، مردم کشتند، زنها و کودک های مسلمان ها را کنیز گرفتند، غلام گرفتند، کودک ها را، اطفال کشتند، امت بالکل تکفیر کردند و فساد بزرگ در بین بنده ها و عباد و بلاد انجام داد. التنبیه و الرد صفحه 168 نظر بکنید، درباره اباضیه ها هست. اباضیه ها هم یکی از فرقه های قدیمه ترین همین اباضیه ها هست. دیبیسی میگوید که
الفرقة السادسة من فرق الخوارج، فرقه ششم از فرقه های خوارج، الاباضیه، اباضیه ها می باشد. در دوامش میگه خوب دقت بکنید، یجب تکفیرهم، واجب است، فرض است که اباضیه ها تکفیر کرده شود، یعنی کافر گفته شود. تکفیر کردن اباضیه ها میگه واجب است، لانهم كفروا عليا رضي الله عنه وأكثر الصحابة رضي الله عنهم، زیرا که اینها تکفیر کردن علی را و اکثر صحابه را رضی الله عنه. رسالت الدبیسی صفحه 27 نظر بکید، درباره اباضیه ها وجود دارد. پس قسم از علما ازارقه را تکفیر کردند، واجب است گفتن تکفیرش. قسم از علما نجدات غلو کرده ها را تکفیر کردند و حالا ببینید اباضیه ها را هم تکفیر کردند. برای چی؟ برای حلال کردند حرام های الله را. الله سبحانه و تعالی خون و مال مسلمان ها را حرام کرد. خوارج ها آمدند و خون و مال مسلمان ها را حلال کرد، غلو کردند در کشتن کودک ها، در کنیز گرفتن مسلمه و موحده ها و در دین الله حلال و حرام کرد. خیلی بارک الله فیکم عقیده نجدات را در حلقه گذشته بیان کردیم. اولین کسایی که مردم را به باطن حکم کردن را شروع کرد، پیروان نجدات. امیرشون که این را قبول نکرد، گفت که حکم به ظاهر است، امیرشون کشتند. گفتند که نه، این مردمی که ظاهرا خودش را مسلمان میگه اینو درو میگه، این کل مالش حلال است. همین است این فرقه بازی. اما هستند بعضی از دیگرها که میگن اباضیه هم اتباع عبدالله ابن اباض و هم اکثر الخوارج اعتدالا، اینها از همه زیادتر از دیگر خوارج ها دیده اعتدال میکند و یکی از فرقه هایی که از غلو کمی خودداری کرده است و غیره. از سبب اینکه اباضیه ها خودشون را قاعدین میگویند. از سبب اینکه اباضیه ها هم مرحله های یک چند مرحله ها را سپری کرده است و اباضیه ها هم فرقه های گوناگون دارد. در بین اباضیه ها فرقه های غلات هست که به اجماع امت کافر است و این اباضیه ها در اول اباضیه ها هم مسلمان کش، موحد کش، زن مسلمان را کنیز گیرنده، کودک های مسلمان ها را کنیز گرفته می کشتند و غیره. اما به مرور زمان وقتی که مسلمان ها خوارج ها را در هر یک دور زمان می کوفتند، می کشتند، نابودشون می کردند، انا همین اباضیه ها قسم خودشون را گفتند که ما قاعدین هستیم. قاعدین یعنی کسانی که خروج نمی کند، خودشون را قاعدین گفتند. و قسم زیاد دیگری اباضیه ها قاعدین نیست. یعنی قاعد معناش همین است که ما خروج نمیکنیم، با دیگران جنگ نمیکنیم، معناش همین است. اما این همه اباضی نه، یک قسم اباضی. بارک الله فیک. از همون خوارج های قدیم، از حروری ها، نهروندی ها، ازارقه ها، نجدات و غیره که در آینده با میاد، یگان نفر یا یگان طائفه از این طائفه ها، یگان فرقه از این فرقه ها حکومت دولت ندارد امروز، هیچ یگانش، بجز انا همین فرقه اباضیه. انا همین خوارج ها امروز یک حکومت دارد. خیلی کمی پیشترم در یک از حلقه گفتیم یک دولت وجود دارد، دولت عربی عمان، میگه عمان در پشت سعودی، در حدود
سعودی و حدود یمن، از یک طرفش بحر ساحل هند است الله اعلم، از یک طرفش خلیج فارس، امارات و خلیج عرب یا فارس میگن، به ایران هم حدودی بحری دارد. یک دولت کوچک است، کوچک هم نیست. و این چنینه که حالا بعد از به وجود آمدن نفت، بعد از به وجود آمدن این نفت مدتی 60-70 سال است که یکی از دولت‌های بایترین، آرامترین، امنترین است. و همین دولت حکومتش در اساس منهج خوارجی اداره می شود. حکومت خوارجی است، یعنی همون اعتقاد خوارجی، به همین اعتقاد عبادیه ها، به همین اعتقاد عبادیه ها که هم در عقیده خوارج و هم در احکام های مخصوص خوارج هایی که به خودشون حتی در باب فقه خوارج ها مشکلی دارند، این دارند. البته مشکلی اساسی اینها در اعتقاد است. تا به حال این عبادیه ها به گناه کبیره تکفیر میکنند، تا به حال حضرت عثمان و علی را و طرفداران حضرت عثمان و علی را تکفیر میکنند، تا به حال اهل سنت را کافر میگن. فرقه حق در روی عالم میگن ما عبادیه ها هستیم، دیگه همه کافر هستند. امت بالکل تکفیر میگن. عمان، این را سلطنت عمان میگن. سلطنت است. پادشاهیش سلطان 1 سال 2 سال پیش یکیش وفات کرده بود و اینها به خودشون علما دارند و یکی از همین علمای عبادی در ریاست علماء الامه میدونم، من نمیدونم، یک مجلس علماء الامه او کبار الامه نمیدونم، همین خیلی یک قسم از هیئت علما وجود دارد که این را در قطر قرضاوی مشرک اداره میکرد. قرضاوی هلاک شد، حالا نمیدونم به این کی سردار شده است، به این علماء این گمراه شده ها. در این هیئت علما هم یکی از این علمای مشهورترین، گویا که یکی از بهترینشون به گفته حسن الددو، انا همین خوارج عباضی است. ببینید قرضاوی اهل سنت خوارج گویا مرده رفت. حسن الددو قرضاوی بدیده کمی معتدل تر است، البته از سبب اینکه در سعودی تعلیم گرفته است نسان است، یکی بالاخره باز همون طرفدار اشاعره، باز اهل کلام و غیره، لیکن بعضی از اعتقادات اهل سنت رو غلو میگه. اعتقاد سلف صالح را این در همین هیئت بوده، بسیارش اعتقاد سلف صالح را غلو میگه. اما خوارج واقعی، خوارج حقیقی، خوارجی که امت بالکل تکفیر میکند، اینها میروند پیشونیش بوسه میکنند، شما بهترین آدمید، میگن مرحمت در یوتیوب زنید ببینید تا کی خوب کی شما را این خوبسا فریب میدید. اهل سنت خوارج میگن، خوارج حقیقت بهترین میگن، شما بهترین میگن. برای چی؟ برای اینکه اهل سنت یک حکومت، یک پشتیبان، یک سیاسی ندارد. علمای اهل سنت را حکومت سعودی خائن همش زندان کرده است، جهمی ها را بیرون میگذارد، یا همون علمایی که ساکت بیستند، خاموش بیستند. علمایی که علمای اهل سنت هستند در زندان است. علمای اهل سنت پشتیبان ندارد، طالب علمان اهل سنت و جماعت پشتیبان ندارد، رافضه به خودش حکومت دارد، صوفی به خودش حکومت دارد. از نظر صوفی دولتی، همه دولت هایی که امروز در بالایش این طاغوت است، همش دولت اسلامی است. از نظر صوفی همه دولت های آسیای مرکزی، کاوکاز و غیر و غیر، اینو صوفی ها در عیش و رافضه حکومت دارد. انا خوارج هم حکومت دارد، عباضیه ها حکومت دارد، اقتصادش هم خوب است به سبب نفت. اما همه یک دسته، یهود، نصارا، دیگر همه کفار، مشرکین و مجوس، خوارج، صوفی، قبوری، رافضه، حزبی ها، این خوبسا همه یک جایه نمیگذارند و نمیخواهند که اهل سنت و جماعت یک منطقه
آزاد به حکم الله رسول حکم کند و یک حکومت اسلامی داشته باشد و مردم اهل سنت آزاد زندگی بکنند. برای چی؟ برای اینکه اینها از همین عقیده اهل سنت میترسند. برای همین حالا حکومت یک طرف است. حالا حکومت یک طرف است. طالب علم، علمای ما همه یا سکوت یا ترمه یا قتل. طالب علم به یک عذاب زندگی میکنه. به سرشون اینقدر فتنه میگذارد. تمام عالم داد و فریاد میکنه. به سبب یک طالب علم اهل سنت. برای چی؟ برای اینکه عقیده به خاطر لا اله الا الله، به خاطر اینکه میدانند که اگر لا اله الا الله ظاهر شود، زنده شود، پیش لا اله الا الله گرفته هیچ کسی نمیتواند. کرونا ویروس گرفت، پیشش گویا که داشت، اما پیش لا اله الا الله هیچ کسی گرفته نمیتواند. برای همین اینها چخیلی که نو نهاله همین نو سریش برداشتگین در قیچی میکنید، نابودش میکنید، اهل سنت نمیخیل نابود میکنید. فهمیدید؟ بارک الله فیکم. مقصد چی است از این صحبت های من؟ مقصد این است که این مردمی که خوارج ما بد میبینیم، ضد خوارج میگوید، خودشون رفته حتی پیشانی خوارج بوسه کرده، علمای خوارج آورده، بعد از سردار علما شما شوید گفته. انا میخیلی حالت هم است. بهترین امت گفته بود علمای خوارج رو. مقصد این که اینها خوارج گفتنشون هم دروغ است. مبارزه ضد خوارج میبریم گفتنشون هم دروغ است. اینا خودشون خوارجن. این خوب است. فقط مردم را از اهل سنت و جماعت به نام خوارج میگذارند. خب این بازیه ها را علما گفتند که واجب است که این بازیه های غلات تکفیر کنید. برای چی؟ برای که امروزه این بازیه ها همیش در باب اسما و صفات جهمی خالص است. عقیده از نظر تکفیر خوارجی همه امت تکفیر میکرد. علی رضی الله عنه، معاویه، حتی عثمان رضی الله عنه تکفیر میکرد. اما از نظر اسما و صفات اینها جهمی خالص. از هر دو جانب اینها کافرند. خوارج ها را هیچ کس رد نمیزند. بین خوارج ها هیچ کس کار ندارد. بجز انا همین خوارج های عبادی، دیگر یگان خوارج به خودش نه حکومت دارد، نه کتاب دارد، نه علما دارد. امروز انا همین خوارج ها به خودش حکومت دارد، این بازی ها، یونیورسیته ها دارد، کتاب ها دارد و سیاست و مبلغ دارد و عقیدش آزاد منتشر میکند. البته اینا برای منتشر کردن عقیدش حرکت هم نمیکند، لیکن در همه منطقهش امروز دانشگاه ها هست بسیار، مثلا حتی سرزمین آزادتر است نسبت به دیگر جاها. خوارج ها میگه که مثلا اهل سنت اگر شما در دیگر جای زندگی ندارد بیاید، میگه اینجا. این خیلی گپ هم هست. اینه میفهماند که مرحبا ما ببینید ما خوارج یا گویا نیستیم. گفت که این را میگویند عبادیه ها. عبادیه یکی از عبادیه ها الایزابی میگوید که الحمدلله الذي جعل الحق مع واحد في الديانات. الحمدلله که میگوید حق فقط در یک از این دیانات ها و در یک از این فرقه ها در ما قرار داده است. یعنی حق دین فقط در عبادیه هست. میگه الحق ما نحن عليه والباطل على ما عليه خصومنا. حق ما هستیم، میگه مذهبی ما است، باطل این خصوم ما است. هر کسی که ما را قبول نکرده اون است باطل. میگه لان الحق عند الله واحد. زیرا که حق در نزد الله یک است. بله حق در نزد الله یک است و ما اهل سنت میگیم که حق ما است. و اونها میگن که هر یک کل حزب بما لديهم فرحون. هر یک حزب، هر یک فرقه اون چیزی که در نزد خودش است انا همون به خرسند است. اما حق بودن و نبودن در اساس قرآن و سنت فهم سلف محمیده میشه. و این خوارج ها شکاک هستند که میگویند مذهبنا فی الفروع صواب یحتمل الخطا. مذهب ما میگه در احکام فروعی
درست است، لیکن احتمال دارد که خطا باشد. و مذهب مخالفین خطا یحتمل الصدق. و مذهب مخالف ما خطا است میگه، لیکن احتمال دارد که صدق است. یعنی مذهبی شکاکیه، خوارج ها شکاکی است. و انا همین یکی از صفتهای جوانهای امروز به خوارج رفته شده، خوارج های جدود امروزه ای که به خوارج های قدیم، خوارج های اصیل موافق میاد، همین شکاکی است. من خوارج را ندیدم مگر همین که شک دارد. و این شک برادران و خواهران عزیز نه فقط در خوارج است، حتی در جهمی ها است. زیرا که هم جهمی ها کلامی هستند، اهل کلام شکاکی ها، و هم خوارج ها اهل کلام هستند، عقلانی هستند، که ما در آینده بیان میکنیم منهج اینها را که خوارج ها از اول تا امروز قدیمش و جدیدش این خوبسا عقلانی است. قرآن و سنت فقط به عقل خودش گرفتن میخواد، عقل از قرآن و سنت پیش میداند. تو سخن سلفه میگه این کار میکنه، همه چیز از عقل خودش این کار میکنه، اجماع را این کار کردن و قیاس بالکل این کار کردن و این هم عقلانی است. لیکن بالاخره بسیار مردم است که امروز در دینداریش شک. ما پناه میبریم از شک در دین. یکی از نواقض الاسلام، یکی از شکننده اسلام شک کردن در مسائل دین است، در احکام باشد، خواه در اصول دین به ضروره یا واجبات، فروعات که این واجبات یا معلوم من دین به ضروره بعض از مسائل است. یعنی وقتی که شما فهمیدید که مثلا حجاب فرض است، آیا شما گفته میتونید که بله من فهمیدم که حجاب فرض است، همین درست است، لیکن ممکن که همین باطل هم باشد، همین شک است. یعنی تردد کردن، یقین نداشتن. وقتی که حرام و حلال ما دربارش گپ میزنیم، همین را فروع میگن. حرام و حلال از اصل دین نیست. در مسئله فروعات بگیم حرام هایی که الله کرد خبر داد، حلال هایی که الله خبر داد بمون. اینا از مسائل فروعات است. کسی که حرام را از قرآن و سنت فهمید که حرام است، باید یقین داشته باشد 100% که این حرام است. فرض و واجب را فهمید 100% بداند که این فرض است و واجب است، 100% یقین کند، هرگز تردد نکند، یعنی متردد نباشه، شبهه زده نباشه. خطا ممکن درست، تو از کجا میدانی که این درست؟ شاید خطا باشد، شاید درست باشد. همین تردد در دین است، همین شک است، همین کفر است. امروز هم از خوارج ها و هم از جهمی ها اکثری مردم در حالت شک دینداری میکنند، در دینشان شک دارند. یکی از شک زده ها میگفت که به یکی از برادرها گفته است که تو از کجا میدانی که سخنهای مثلا همین طالب علمای اهل سنت درست است، ابو محمد یا دیگرها، از کجا میدانی که سخنهای اینا درست است؟ شاید باطل باشد. شک است یا نیست؟ بله. عیناً همین سوال رو ما به خودش میدیم. تو از کجا میدانی که علمایی که تو گوش میکنی، اعتماد میکنی، سخنهای او درست است؟ از کجا میدانی؟ همون احتمالی که به سر ما آوردی که از کجا میدانی که سخن ابو محمد مثلا درست است، همون احتمال به سر دیگر عالم هم است. از کجا میدانی که درست است؟ اینجا تو باید یقین کنی به همون آیتی که به تو میگه ببین یقین کن، حدیثی که به تو میگه یقین کن، به مذهب سلف یقین کن. از کجا میدانی که یک طالب علم حق میگه یا باطل میگه؟ در اساس دلیلش، قرآن، سنت، فهم سلف. از قرآن میگه، از سنت میگه، از فهم سلف. و اکثر قرآن شما تو گیرید ترجمهش خونید میفهمید، محکمات است. اصل قرآن الکتاب محکمات. برای همین نباید شک کرده شود در مسائل اعتقادی، به خصوص نباید شک کرده شود. اما همین منهج خوارج ها، همین منهج خبیثانه که مذهبنا في الفروع صواب يحتمل الخطأ ومذهب مخالفين خطأ يحتمل الصدق. مذهب ما در فروعات درست و صحیح است، ولیکن احتمال دارد که خطا باشه، ممکن خطا است. و مذهب مخالف ما خطا است، لیکن ممکن است که صحیح باشه. این باطل است. شاید گپ این ملا درست باشه، شاید گپ این شیخ درست باشه. نه، حق برادرم و خواهرم، حق یکت. ای جوانی که امروز تو متردد هستی بین اهل سنت و بین خوارج دور میزنی، خوارج گپش گوش میکنی، میگویی شاید خوارج باشه،
اهل سنت گوش میکنی میگوی شاید اهل سنت باشه، جهمی را گوش میکنی میگوی شاید این نباشه. تو بدان که حق یک است. تا زمانی که در باب عقیده تو همین شاید رو ترک نکنی تو مسلمان نمیشی. تو در عقیده شک داری، در اصول اعتقاد کفر. شاید نه، حق یک است. فرقه الناجیه، فرقه الناجیه، طایفه المنصوره، اهل سنت و الجماعه. برای چی؟ قرآن و سنت با فهم سلفین است. فرق ما و خوارج ها، فرق ما و جهمی ها از اینجا فهمیده میشه. خوارج هم جهمی هم قرآن و سنت را به فهم خودش میفهمد. انا اینجاست نقطه اساسی. اما ما اهل سنت و الجماعه قرآن و سنت فهمی خودمون نمیفهمیم. به فهمی صحابه، تابعین، تبع التابعین، به فهمی سلف صالح میفهمیم. انا اینجا ما کی حق است و کی باطل است میفهمیم. خوب دقت بدید کی حق و کی باطل از کجا میفهمیم؟ از منهج. خوارج و جهمی ها در نظر منهج شکاکیه، هر دو شکاکی هستند. یک فرقه، یک منهج، یک روش دارد. هر دوشم قرآن و سنت میگه، هر دوشم قرآن و سنت را به فهم خودش میفهمند. نه صحابه، نه تابعین، نه تبع تابعین. برای همین عمر بن عبدالعزیز رحمه الله گفتن که الحمد لله الذي لم يجل لاهل البدعه سلفا من اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم. الحمد لله که الله سبحانه و تعالی برای اهل بدعت یک نفر سلف را از صحابگان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را به اونها پیشوا قرار نداد. خود جهمی را نظر کن، هرگز به صحابه رفته نمیرسد، به تابعین تبع تابعین نمیرسد، پیش از اونها فقط گپ. خوارج هم همچنین است، هرگز از صحابه، از تابعین و تبع تابعین گپ نمیزنند. البته امروزه خوارج های جدود گپ های بعضی از علمای سلف را به خاطر منفعت شخصی خود میارند، اما نمیفهمند. سخن ظاهره خطا میره. بارک الله فیکم. اگر در حقیقت این دنیا از خوارج ها میترسیده باشد، اگر در حقیقت این علما خوارج بد میدیده باشند، اگر در حقیقت همه خوارج خیلی فرقه بد میدیده باشد، مرحمت علمای خوارج راه نزنید. خودی انا همین علمایی که خودشون اهل سنت میگویند خودشون اهل سنت میگن. البته خوارج خوب است و جهمی ها، اینو اشاعره و ماتریدی میرود با مجلس میکند، میشیند، همدیگرش با آغوش میگیرد. خوارج گفتن این یک یراقی هست که به همین خوارج طعنه زده اهل سنت نابود میکنه، دیگر هیچ چیز نیست. خوارج های حقیقت اینها بهترین برادری میکنه. فهمیدید؟ همین خوب به دریا داشته باشید. اینا فقط اهل سنت خوارج میگن، وگرنه خوارج ها مرم رافضه حکومت دارد، رافضه یک خوارج دیگر است، همه امت کافر میگه، صحابه ها را همه را مرتد میگه. مرمت رافضه ها را اینها عذر دارد، جهلش عذر است، اینا مسلمان است میگه، اما اهل سنت و جماعت یگان مراتبه نمیگه که جهلش عذر است، اینو هم برادری ما است، هر خطا کرده است الله خطاگیش میبخشد نمیگه. هرگز اهل سنت یک خطاگی به خبر، اگر یک خطاگی عادی کند، خطاگیش حتی در مسئله واجبات نه، از واجبات مسئله فروعات به یک خطاگی کند، همه اهل سنت به هجوم میکنند. یوتیوب ها، تلویزیون ها، شبکه ها پر اینا خوارج هستند، این هستند، آن هستند. رافضه ای که 100 کفر دارد به شمردن به پایان نمیرسد، اینا جهل شوزر است. اینا باید رحم کنیم. هر کسی که رافضه را تکفیر میکرد خوارج است. خوارج حقیقی که عبازی است اصلا تا امروز شما نشنیده بودید، پروا هم هیچ کس ندارد. همه با اونها میرود، دوستی میکند، میرود در سرزمین اینها زندگی میکند. در سرزمین این خوارج ما بسیار آدم ها را میدونیم که رفته زندگی میکنه، هیچ مشکلی نیست به هیچ کس. هجوم فقط به عقیده رسول الله صلی الله علیه و سلم آورده، به عقیده سلف صالح است. والله اگر انا مین است نقشه یهود و نصارا ساخته در بین این مردم، این نقشه کار میکنه، اهل سنت و جماعت را از همه طرف محکم میکنه. البته
این بازی ها هم در دور خود تقسیم شدن. خیلی که گفتیم النجدیت، النجدت، خوارجی نجدت در نوبت خود به 3-4 فرقه تقسیم شد. انا همین عبادیه ها هم حتی قریب به 10 فرقه تقسیم میشه. اما از همه مشهورترین 6 فرقه است. فرقه های غلات کفار مشرک. اولین خوارج ها الحفصیه است که سردار اینها حفص بن ابی المقداد بود که خیلی کفری های زیاد داشت. این نبوت انکار میکرد، حتی نبوت انکار میکرد، جنت و دوزخ انکار میکرد، بسیار حرام های الله کرده است. علماء الفرق میگویند که خیلی که نظر کنید، مثلا اشعری در کتاب مقالات الاسلامیه مجله 1 صفحه 183 الفرق بین الفرق البغدادي للبغدادي صفحه 104 الملل والنحل الشهرستاني مجله 1 صفحه 135 الفصل ابن حزم مجله 4 صفحه 191 میگویند که اولین فرقه از اباضیه ها، اولین فرقه که از اباضیه ها است، همین فرقه است از اباضیه ها جدا شده خوارج ها. انا همین فرقه الحفصیه هست که غلات است، یکی از غلات فرقه کفریه است و بعض اباضیه ها این کار میکنن، میگن اینا از ما نیست. بارك الله فيكم. ولیکن از سبب اصلی منهج خوارج ها عقلانی هست. ما در اول گفتیم که همون کسانی که به حضرت علی خروج کردند عقلانی بودند، از عقل خود پیش رفتند، تسلیم به قرآن و سنت نشدند. یعنی تسلیم به فهم شاگردان رسول الله نشدند، تسلیم به فهم صحابه نشدند، خروج به صحابه کردند، خروج به فهم صحابه کردند، از عقل نشد. عقلانی بودند. این خوب است. تا امروز خوارج ها عقلانی است. یک آیت میگوید به همون میایستد، به این آیت 10 آیت دیگر میاره قبول نمیکنه، یک آیت میگیرد 10 آیت به کفر میورد. عقلانی خوب است. هیچ جا را نخونده، هیچ چیز را نخونده. میگه که الله قرآن رو به قریش نازل کرد، قریش خودش میفهمید، منم خودم میفهمم. صحابه لازم نیست میگه این قرآن فهمیدم، سلف این گپا لازم نیست میگه، من خودم میفهمم. و بعد از این میگه که هر چیزی که من فهمیدم توی هم باید من بر این فهم. اگر تو مثل من نفهمی کافری میگه، گمراهی میگه. ما میگیم که هر چیزی که صحابه از رسول الله فهمیدند و الله صحابه را رضی الله عنهم گفت از فهم آنها راضی شد، باید فهمی ما به مانند فهم صحابه باشه. آنها میگن که نه، باید فهمی همه به مانند فهم ما باشه. برای همین خوارج ها چرا تفریقهشون خیلی زیاد شد؟ برای آن که هر باره که یک سردار میبرامد، یک رئیس میبرامد، یک امیر یا یک عالمش میبرامد، یک فهم جدید میبرامد، یک فهمی نو میبرامد و دیگرها را میگفت که اگر همین با شما ایمان ندارید کافرید. بعد از این یک فرقه نو به وجود میاد. از این جهت خوارج های امروزه و خوارج های قدیم همه یک فرقه هستند. از نظر عقل پیش میگیرند. مگر شما ندیدید شوجه های خوارج را یا کسانی که غلو کرده هستند، حال 100% خوارج نیست اما جانب خوارج برفته هستند، مغرور جوان های مغروره که خیلی مغرور هستند اما هیچ چیز خوندگی نیستند. حتی همون زبان مادری خودشونه، کتابی زبان مادری خودشون نمیدونن. حالا عربی یک طرف است، دیگر زبان یک طرف است. زبان خودشون کتاب خوانده نمیتونن، ابوگ نمیتونن. گپی عادی، سخن عادی را خطا میفهمند، برعکس میفهمند. انمینها میخواهد که به طالب علمان اهل سنت گویا که مناظره کند و تو کافر شدی، تو در فلان جا فلان گپ گفتی. ببینید شما توبه میکنید برای فتنه نشدن، میگد که نه تو توبه را گشته با توبه کن. خیلی که ما دیروز گفتیم نجدات، فرقه نجدات رئیسشون نجد ابن عبدالله آمده میگد که ما به تو خروج کردیم، ها گفته که تو فلان خطاگی کردی، اگر توبه نکنی ما خروج میکنیم.
این آدم هم نجد ابن عبدالله توبه کرد از فلان گپ که خروج نکنند فتنه نشود. به نظر بعد از این خوارج‌ها گفتند که تو گفتند کفر کردی. برای چی؟ برای که امیر نباید توبه کند. تو نباید به سخن ما اطاعت کرده توبه میکردی. انکنون گفتند توبه کن از توبه کرده. تو توبه کن که توبه کردی. اگر توبه نکنی از توبهت خروج میکنی. اینو دیوانه میکنند از انسان. اینا ببینید این خوارج‌های قدیم عیناً همین خوارج‌ها امروز هم هستند. اگرچه امروز بعضی همچون یک مذهب بعضش متشکل است، بعضش میشناسد یا نمیشناسد، لیکن همچون افراد امروز ما در همین بین تاجیکای خودمون میبینیم انمین صفات‌های خوارجه می آید تو را تکفیر میکند در یک مسئله که نمیداند که تو را چرا تکفیر کرد. توبه کن میگه. تو اگر بگویی که عموما من از کفر بعد از روز اومده میگه که تو کفر نکرده بودی از کفر توبه کردی، توبه کن که تو توبه کردی. مگر به سر خودی ما هم چیزا نمی انمین از خوارجی تن ندادن به فهم صحابه. خوارج جدید و خوارج قدیم فرقش همین است که خوارج قدیم صحابه ها را به مانند علی، عثمان و پیروان علی و پیروان بارک الله فیکم معاویه و عثمان را اونها را خوب گفته را از اونها براعت میکردن، از صحابه ها براعت میکردن، تکفیر میکردن، بیزاری میکردن. خیلی که نافع ابن ازرق از عبدالله ابن زبیر جدا شد، براعت کرد و رفت به خاطر اینکه عبدالله ابن زبیر حضرت علی و عثمان خوب گفت. معاویه رضی الله عنه براعت کرد و رفت. امروزه خوارج‌ها تا حال ما ندیدیم از صحابه ها براعت کردنش را، از عثمان و از علی رضی الله عنه و از معاویه، زیرا که این جاهل ها حالا به اون قصه رفته نرسیده است. اگر این جاهل ها، این جهلای بعضی از خوارج به حادثه هایی که به سر حضرت عثمان آمد، حادثه هایی که در زمان حضرت علی شد، اگر رفته رسد، باور کنید این کودک ها باوری دارم که بعضی از این صحابه ها را تکفیر میکنند. همون حادثه که در زمان حضرت علی شد، جنگ هایی که شد، بعضی حادثه هایی که شد، بعضی آدم ها این قصه را میفهمد، جاهل ها رافضه میشد، بعضی آدم ها این قصه را خوانده خوارج میشد. در بین اهل سنت و جماعت ثابت میست. سهراب عادلیان هم به این قصه حضرت عثمان رضی الله عنه در آمد. حضرت عثمان بعد دیده، بعد گویا که واقعا عیب کرده هستن، گفته شیعه شده برام، خوارج صفت شده برام. در حقیقت بارک الله فیکم این مسئله نازک است. هر کس در اومده برآمده نمیتواند، خوب برآمده نمیتواند. به این مسئله ندارید. بهترش این ندارید. این علم نیست. به این فتنه ها در اومدن علم نیست، ندارید. این کودک های خوارج نو پیدا شده حالا ندار اومدن، در آیند کافر گفته میبرند. اما تا به حال چهله که ما گفتیم این خوارج ها صحابه ها را تکفیر نکردن. خوارج امروزه، خوارج قدیم تکفیر میکردن. خوارج امروزه حالا تکفیر نکرد، ولی خوارج قدیم هم فهم صحابه را زیر پا میکردند و خوارج جدید صحابه را زیر پا میکردند. فهمیدید؟ اجماع را چرا خوارج ها بد میبینند؟ اجماع چی است؟ ما البته در این مسئله در آینده ذکر میکنیم خوارج ها اجماع را چرا رد میکرد. ما این مسئله به حلقه نو، یک حلقه بگیم خاص میکنیم در باب اجماع. اما حالا مختصرا میگیم برای آن که اجماع انمون همه صحابه در بالای یک آیت یک فهم کردن. خوارج های قدیم هم خوارج های جدید هم اجماع را انکار میکرد و انکار اجماع اولینش از همین اباضیه ها سر شده است. اولین کسایی که اجماع را انکار کردند همین اباضیه ها هستند، زیرا که اولین باره که اجماع همچون کلمه اجماع استفاده کرده شد در زمان سلف، در زمان بارک الله فیکم امام شافعی رحمه الله همچون علم اصول این ذکر کردند. برای همین خوارج ها را ببینید حضرت امام شافعی را تکفیر میکند و میگوید که امام شافعی این مثلا کافر اینو اون میگه. به خاطر چی میگه؟ اجماع را ساخت در دین میگه. اگرچه پیش از زمان امام شافعی کتابی نوشته نبود در این مسئله، لیکن همه تابعین ایمان داشتند که در هر مسئله که صحابگان همه یک سخن گفتند، از همین سخن صحابگان بیرون شدن زلالت است. همین است اجماع.
صحابگان شاگردان رسول الله در یک مسئله یک سخن گفتند، همه یک سخن کردند، تو دیگر سخن روین ضرورت است. این عقیده در قرآن است. و ما یشقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. لیکن بالاخره خوارج قدیم و خوارج جدید از نظر رد فهم صحابه یک فهم دارند. یعنی هم خوارج قدیم هم خوارج جدید فهم صحابه در نظرشون قدر ندارد. اما فرق از یک جهت، خوارج قدیم صحابه را بعضشون تکفیر میکردن، خوارج جدید تو به حال نکردن. والله اعلم. و دومین ماننده آنها از این درس عقلگرایی خوارج قدیم و خوارج جدید. برای همین در خوارج جدید هم ببینید نو به نو مسئله پیدا شدن میگیرد، اصول نو به نو پیدا شدن میگیرد. در خوارج قدیم هم همچنین بود، نو به نو پیدا شده، تفریقه. حاضر خوارج هایی که امروز به وجود آمدگی هستند در اول 4 5 نفر بودند، بعد از این همین 4 5 نفر 5 مذهب شده. 5 مذهب است. اما اهل سنت و جماعت یک اهل سنت و جماعت است. فرقه دومی خوارج ها از ایباضیه ها، یعنی فرقه دومی ایباضیه، مولا فرقه هایی که از ایباضیه جدا شد گفته شده، این یزیدی است. نسبت به امامشان یزید ابن انیسه که به همون نسبت داده، این رو چی میگن؟ میگن این هم اقوال کفری دارد. میگن که غیر از محمد صلی الله علیه و سلم با دیگر پیامبر میگن. بارک الله فیکم. و یعنی اعتقاد باطل در حق پیامبر صلی الله علیه و سلم، مقالات الاسلامیین اشعری مثلا این نقل کرده است، شهرستانی نقل کرده است، بغدادی در تاریخش نقل کرده است که اینا هم خیلی اعتقاد دارن خوارج. سبحان الله، سبحان الله. غلات، یکی از غلات ترین اینا. پس سومین فرقه اباضیه الحارثیه است، نسبت به حارث ابن یزید الاباضی. اینها دعوا دارن که بعد از همین محاکمه دارن بجز عبدالله ابن اباض، یگانه امامشون میگن عبدالله ابن اباض است. بارک الله فیکم. اینو هم یکی از غلاتی اباضیه ها. چهارمین فرقه اینها خودشون طاعت لا یراد بها الله، اصحاب طاعت لا یراد بها الله میگن. اینها همچنین عقیده دارد که میگن یک شخص در بعضی حالت یک عملی را میکند که یک کاری را انجام میدهد که از امرهای الله دون قصد الله، بدون اراده الله. یعنی انسان عمل میکند خارج از اراده الله. انا همچنین عقیده های خیلی باطل. پس اباضیه ها این کار میکنن، این چنین اجماع را، قیاس را که در فروعات ما قیاس حجت میدانیم اهل سنت و جماعه، و برای به همون فکر و عقلانیت خود میرم. انا این است 4 فرقه اباضیه که امروز در همون عمان قسمی از اینها هست. اما در مغرب، در افریقا، در بالای افریقا، مغرب گفتن جا هست، میدانید بله؟ یک طرفش به جزایر است، مراکو میگن به زبان روسی. در انا همون جا هم فرقه اباضیه خیلی منتشر شده و در زمان قدیم پیش دولت هم یکچند مراتبه حکومت هم ساخته است و تا امروز این عقیده های خوارجی اباضیه منتشر است. و 6 مشهورترین در انا همون مغرب این النکارو، که این را حتی این چنین نام دیگر هم دارد، النکاثه، النجویه و الشغبیه.
سال 171 هجری به وجود آمده است به سرداری قدامت ابن یزید فوندینی که از این بازی ها جدا شده همین چنین پیدا میکنه. بارک الله فیکم. و اینها هم عقیده های خاص خود دارند و اینها هم یکی از همون گمراه شده ها غلو کرده ها است. علما زیاد اینها را همین فرقایی که گفته استم علما اینها را تکفیر می. قالت المشايخ بالتكفير النكارة فرقة الملحدة في الأسماء وأولهم عبد الله. فرقه ملحده گفتن اینو تکفیر کرده میشه. گفتن ملحد در اسماء و صفات است. بسیار شریعت بسیار جوش این کار میکرد. سبحان الله. و فرقه نفاثیه که از همه مهمترین عقیده اینها خطبه روز جمعه این کردن. گفتن روز جمعه خطبه که در نماز جمعه است گفتن بدعت است. و این چنین در مسئله میراث، در مسئله جمع کردن بعض زکات سنت هایی که بود و مسئله که در مسئله میراث که هست همیشه این کار کردن. سبحان الله. فرقه دیگر سومین در افریقا مغرب الخلفیه است. فرقه چهارمیش الحسینیه است. حسینیه این نسبت به حسین ابن علی نیست بلکه به یکی از سردارشان که احمد ابن الحسین الطرابلسی است. فرقه پنجمین شکیه است. عقیده اینها همین است که ما فقط قرآن را میگیریم، سنت این کار میکنیم. میگن که ما سنت این کار میکنیم، اجماع را این کار میکنیم و قیاس هم این کار میکنیم. فقط از قرآن میفهمیم. قرآن برای ما کافی است. قرآن میگن برای ما کافی است. انا همین قرآن سبب هدایت مردم شد. پیامبر فقط قرآن کتی دعوت میکردن بس است. میگن سنت گفتن، اجماع گفتن، قیاس گفتن این ضلالت است، گمراه است. البته تکفیر میکنه. هر کسی که انا همین عقیده ها رو میگیرد تکفیر میکنه. پس اینها امروزه خوارج هایی که هستند اجماع را انکار میکنن، قیاس انکار میکنن، اجماع گوینده قیاس گوینده را تکفیر میکنن و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم رد نمیکنند ولیکن در بالایش خیانت میکنند. به مانند ابو محمد الکردی الحدیث در باب سند احادیث دروغ میگه. سند فقط دروغ میگه. ضعیف است، این است دروغ میگه. یک. ثانیا در معنای حدیث تحریف میکنه. دیده و دانسته حدیث عوض میکنه. اگرچه اینها روی راست سنت انکار نمیکنن، ما سنت انکار میکنیم نمیگن، اما در عمل میبینی که در نزد اینها سنت قدر قیمتی نداره. قرآن کافی است میگه. قرآن کافی است. این است عقیده اباضیه های غلات امروزه. و البته این عقیده را اباضیه های هم شما فکر میکنید یک کشوری که عقیده خوارجی دارد میلیاردها مبلغ دارد اینو منتشر نمیکرد؟ این عقیده میکند. و البته منتشر شدن این عقیده برای رافضه ها خوب است، برای نابود کردن اهل سنت. برای همین میبینید که اکثر خوارج ها در دامن رافضه هستند. خوارج ها رافضه هستند. حتی موادهای خوارج را، مذهب خوارج را رافضه ها منتشر میکنند، مینویسند، میسازند و مینویسند و منتشر میکنند. من 20 سال پیش دیده بودم که رافضه های تاجیک کتاب تکفیر ابو حنیفه کافر گفته کتاب بنویسند. محمد ابن عبدالوهاب کافر گفته کتاب بنویسند. اما نه از نظری رافضه، نه از نظری شیعه. یعنی ابو حنیفه را تکفیر میکرد شیعه ها، نه از نظری سخنهای شیعه، از نظری سخنهای خودی اهل سنت آورده مردم یعنی آمیخته میکرد. هر کسی که ابو حنیفه را کافر نگفت کافر است گفته میانداخت. این کتاب ها را 20 سال پیش اولین پیدایشش رافضه ها بودند و بعد از این محمد ابن عبدالوهاب ابن تیمیه را اولین کسایی که این خیلی مشکلی دارد کافر است اینون گفته از خود سخنهای اهل سنت پیدا کرده است. رافضه ها را ما دیده بودیم. حتی به خط کریلی ترجمه میکرد، میگردونید از فارسی
برای چی؟ برای اینکه در بین مسلمان های اهل سنت، در بین مردم عامه، انا همین عقیده خوارجی منتشر شود، اهل سنت یا مردم عامه از علمای خود دست کشند، علمای خود را به مانند شیخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب، شیخ الاسلام ابن تیمیه یا که دیگر از علمای این امت را تکفیر کنند و تفریقه و زدوخور در بینشان به وجود آید. وقتی که تفریقه به وجود آمد، رافضه بعد از این می آید، یکی از این دو جماعت را کمک میکند، یاردم میکند، یراق میدهد و میخزد این وی میکشد. تمام. رافضه به همین واسطه داخل میشد. فافترق ثم تحکم. تفریقه انداز و بعد از این حکومت کن. منهج خبیثانه رافضه است که از یک جانب خوارج‌ها رو انا همچنین منتشر میکنه. ببینید اجماع را، قیاس را، سنت را، ایبازیه ها رد کرده است. اولین شده. و امروز خوارج های جدید هم داریم که اجماع گویی آیت قرآن میگه گیجاش به اجماع هست. میگه فهم سلف صالح در نزد اینها هیچ چیزی نیست، همه گمراه است، همه کافر است والعیاذ بالله. انا امروز خوارج الجدود همین خیل نیست. شجاعها حالا کلمه لا اله الا الله گفته نمیتواند، حالا لا اله الا الله آرام گفته نمیتواند. کذاب از یک طرف، فروخته از طرف دیگر، دین ندارد، مشغولیتش فقط همین تکفیر کردن امت. اجماع کسی که بگوید کافر است، قیاس بگوید کافر است. فهمیدید؟ احتیاط باشید، برای من احتیاط باشید، دین از دست میدید. اولین کسایی که این جهالت و کفریات رو کردن خوارجو. برای همین بعضی از علمایی که میگن که خوارج امروزه تماما دیگر خوارج است و به خوارج قدیم اصلا نزدیکی ندارد، این چنین نیست، بلکه بسیار صفت‌های خوارج امروزه همون خوارج قدیم است و به خصوص به اباضیه ها راست میاد در انکار اجماع و تکفیری گویندگان اجماع در رأی. یک سلف صالح بیارید که اجماع را انکار کرده و رد کرده باشد. بجز انا همین ایبازیه ها هیچ کس آورده نمیتونه، یا رافضه یا ایبازیه. حتی اشعری ماتریدی هم در این مسئله عقیده اجماع را اعتقاد درست دارد در باب قبول اجماع. و این فرقه ایبازیه ها سکاکیه یا یک چند نفر دیگریش نماز جماعت از آن ندا کردن بدعت میگه. حتی بعضی از این خوارج ها وقتی که از آن ندا کرده می شود صدای خر میگه، پنگوسی خر میگه والعیاذ بالله، برای که دلیل نیست. میگه که دلیل نیست، حدیث ها سندش معلوم نیست، از خواب دیده کدام از اینها است، از اون انکار میکنه. و اینها میگن که نماز خواندن جایز نیست، یا در نماز آیت های رو که تا تفسیرش نداند خواندن جایز نیست. یعنی یک آدم جاهل سوره فاتحه را تفسیرش نمیداند یا به یک سوره که قرآن میکرد نمیداند، پس نمازش درست نیست. میگه نماز نخواند، میگه اول تفسیری آیت ها را فهمد بعد خواند. این البته بدعت است، ضلالت است. و فرقه دیگر است فرثیه که اینها میگن که عرق جنوب حائز نجس است میگن و این دیگر اعتقادهای باطله که در بالا گفتیم این هم ذکر میکنن. بالاخره این است عبادیه ها و این است یکی از فرقه های مشهور خوارج ها. الان وقتی که شما ببینید محکمه را آموختید، ازارقه را آموختید، نجدات را آموختید و عبادیه را آموختید، الان فهمیدید که ها امروزه خوارج هایی که در زمان ما هست از همه این فرقه ها بعضی از خصلت ها را دارد. همه اینها بالعموم عقلانی است، همه اینها بالعموم اعتراضگر به اهل سنت است، همه اینها بالعموم آداب و اخلاق ندارد، همه اینها بالعموم قرآن و سنت را به فهم خودش میفهمد، همه اینها بالعموم اجماع را انکار میکرد. البته در زمان محکمه، در زمان ازارقه اجماع نبود، در زمان نجدات هم اگرچه سلف میگفتند که ما باید از سخن صحابه بیرون نبریم، اجماع نبود که همینه. بعد در زمان امام شافعی سلف اینا به اجماع رو به اجماع قبول کردن، همه اتفاق کردن. بعد از این که اجماع رو
گفتند خواریج‌ها یک باره به امام شافعی و به این منهج اهل سنت و الجماعت خروج کردند و ضد برآمدند. یعنی همه خواریج‌ها بعد از این اجماع این کار میکنند، قیاس این کار میکنند. انا همچنین است. این صفات هایی که هست امروز، یا که در مسئله تکفیر بالعموم، تکفیر بالعموم ظاهر انسان قبول نکردن از نجدات، یکی از غلات اونها که یکی از قسم غلات نجدات به وجود آمد. پس این خواریج‌های امروزه انا از همین چنین از همه فرقه ها، از همه گوناگون عقیده ها گرفته به خودش یک عقیده رو با جور کرده شده است. حالا ما امروز میگوییم که امروزه خواریج‌ها عادتا فقط در باب تکفیر، در باب مسائل الاصل فی الناس کفر میگه، تکفیر در تسلسل اصولش میگه. لیکن اگر خوب دقت بدید در این مسائل هم اصول است. عقیده های خوارج در ظاهر انسان قبول نکردن هم خوارج های قدیم هم خیلی دیده داشت، اجماع را قیاس این کار کردن داشت. امروز خوارج ها عیناً همین چیزا را دارد. خوارج وجود دارد، این خوب است، اما امروز پراکنده است. اینها را طاغوت ها، دشمنان اسلام، یهود و نصارا، رافضه ها استفاده میبرند. شما روید یک حکومت اسلامی اهل سنت اگر خواهد، اولین کسی که ضد شما میبرد، شما را میکشد، زنتون کنیز میکند، بچه‌تون میکشد، خوارج است. اگر صوفی دولت سازد، خوارج هیچ وقت در حق صوفی کاری ندارد، رافضه کتی هم کار ندارد. وظیفه خوارج خبیث فقط ضد اهل سنت است. همین شما باید دانید، احتیاط شوید. همین ذره علامت شما نصیحتش کنید، در جای شینانت ادبش دید. به او کسانی که صفتهای خوارجی دارند زیاد اجازه صحبت، اجازه پیشروی، اجازه باز در همین باطلش مغرور شدن و دوستی را ادامه ندید. در این مسائل احتیاط شوید. شما سبب میشد که یک نفر بعد سبب فتنه میشد. سخت باید در همین نقطه اول گرفته شد. مسئله شوخی نیست. حفظكم الله و رعاكم و بارك الله فيكم. این بود حلقه خوارج شناسی. البته حلقه های آینده باز دیگر مسائلش رو بیان میکنیم.